چند تا خرید اقتصادی ولی با کیفیت از دیجیکالا، برند ایرانی دیپ سنس. اولین محصول کرم ژل یا ماست بدنه، مدل تروپیکال فروتشه، مناسب پوستای معمولی تا خشکه، یه بافت لوسیونی و سبکی داره، چربی جا نمیذاره و سریع جذب میشه. بوی شیر طالبی میده ولی حجمش کمه. محصول بعدی تونر، مدل شیر و عسلشه، بوی خوبی داره، مناسب پوستای خشک تا نرمال. من اولین بار میخوام استفاده بکنم، امیدوارم که محصول خوبی باشه. بعدی میسلار واتر تروپیکال فروته که برعکس کرم ژله بوی فوق العاده بدی داره، در حدی که حتما باید بعدش صورتتو بشوری. من اولین بار استفاده کردم و پوستمو سوزوند، اصلا دوستش ندارم و دیگه هم شارژش نمیکنم. محصول بعدی ژل شستشو، مدل شیر و عسلشه که برای پوستای نرمال و خشک مناسبه. پوستو نرم و لطیف میکنه، بوش خوبه، حجمش هم که به نسبت قیمتش واقعا خوبه. شامپوی مخصوص موهای چرب، اولین باره میخوام ازش استفاده بکنم که امیدوارم کارساز باشه، چون واقعا موهای چربم پدرمو درآورده ولی حجم کمی داره. لوسیون موش، قیمتش خیلی مناسبه، درش ولی خراب بود، نرم کنندگی خوبی داره، موها رو خوشحالت میکنه و بوشم بد نیست. شامپو بدن شیر و عسلش پوستو خوش نمیکنه و بوی خوبی هم داره. و نگم از این کرم ترکیب ها که عاشقشم و برای بار چهارمه دارم شارژش میکنم. بوش خوبه و نمیتونم بگم معجزه میکنه، اما اگر همیشه ازش استفاده بکنید واقعا جواب میگیرید.